aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun, kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? گوش کن زهرا جان، یک خبر خوش برات دارم. در اینجا معاون مکتب دوستم است، همراه او گپ زدم، حالا به مکتب میریم. بعد از این میتونی درسای خودت در اینجا ادامه بدی. زهرا، خواندن و استاد شدن مثل ما بزرگترین آرزوی تو بود. چرا خوش نشدی؟ ما دیگه هیچ آرزویی ندارم. میشه خانه بریم؟ شرکت صاف‌سودا داروهایی‌را پیشنهاد می‌کند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشاربلندی، گایمری، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید، به مانند پسریاز، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای صاف‌سودا به شما کمک می‌رسانند. غیر از این اگر شما مشکلات اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت صاف‌سودا مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر با قوت کردن مردانگی داروهایی با نمود کپسولا و روغنی که به صدها درد دوا دارد پیشنهاد می‌نماید. برای فربه یا خراب شدن داروهای BCA، پروتئین و گنرهای صاف‌سودا عین مدعایند. برده رساندن به همه شهرهای روسیه در مدت 3-5 ساعت. رقم‌ها برای تماس در روی اکران. صفحه ما در تیک تاک sofsavdo.tjk. اگر از نام نورانگیز فیلم مراجعت نمایید به شما تخفیف کرده می‌شود. درست است. حتما میدان هوایی میرم. باید مانع و احمق شویم. حالی چی کردی بیادر؟ از قصر بیرون شدی؟ بیرون شدم. موتر کاکا استم دزدی کردم. ها، داخل موتر هستم. میدان هوایی میرم. خوب است. وقتی رسیدی با ما زنگ بزن، به گرفتنت میایم. خداحافظ. بعد قطر رانندگی کن. درست است بیادر، درست است. فعلا خداحافظ. علی از قصر بیرون شده. بسیار خوب شد. به زهرا خبر بده که تا خوش شوه. هرچی کنم، هرچی بگویم به چهرهش لبخند آورده نمیتونم. یگانه کاری که میکنه همیشه خاموش میباشه. کوشش میکنم که او خوش شوه، اما در چهرهش تغییرات نمیآید.
خان صاحب گیرش کردیم. رستم تعقیبش کو. خدا لعنتتان کنه. پایین شو دیوانه. کاکا مرا ایلا کو. اعصاب ما خراب نساز. پایین شو. کاکا مرا راحت کن. بالا شو. من مویایتشو نکنم. میفهمم بسیار رنج دیدی. روزای بد را سپری کردی. من در کنارت نبودم. اما به تو وعده میکنم که بعد از این به هیچ کس اجازه نمیتم که تو را گریه بته و جگر خون بسازه. هرگز. کاش که شما باور نمیکردین. وقتی گفتن طفلت مرده باور نمیکردین و مرا تنها نمیموندین. کاش که از من منصرف نمیشدین مادر. چرا قدر زود بالای پدرتان باور کردین؟ ها؟ چرا زود مرگ مرا باور کردین؟ چرا اجازه دادین که برای شما رنج بدن و طفولیت مرا ازم بگیرن؟ چرا اجازه دادین؟ اگه شما به مرگ من باور نمیکردین من حالا شاید این روزا را نمیدیدم. هیچ کدامشه. پایین شو دیوانه. پایین شو. مثل دریای استانبول منظره نداره اما باید تحمل کنی. از اینجا یه جای رفتن نمیتونی. فهمیده جان کاکا؟ ایره ببرین داخل. درست است آیسته. خدا میرم. تو به خدایا. من نمیفهمیدم. مادر و پدر که مرا بر دنیا آورده بودن گفتن اگه انسان به پدر و مادر اعتماد نکنه به کی اعتماد کنه؟ اما من نمرده بودم. زنده هستم و زنده بودم. من نمرده بودم. چرا نمیفهمین؟ نمرده بودم. میفهمم دروغ گفتن. مگه پای اونا را باور کردم. باور کن با شنیدن خبر مرگت یک بار نه 1000 بار مردم. یک لحظه هم تو را فراموش نکرده بودم. همیشه به خاطر اشک میریختم دخترم. اما حق به جان بستی. این دردهایی را که ده عمر کمت متحمل شدی بالاتر از توان تو است دخترم. کاش که در کنار تو بودم میتونستم. کاش که تو را با خوش گرفتم میتونستم. کاش که مانع گذشته ها شده میتونستم. اما نتونستم. از توان من بالا بود. لطفاً منو ببخش. خواهش میکنم منو ببخش. بعد از این همه چیز خوب میشه. دوران
کار بیادرزادیم ختم است. تا مرچی عاجل اینجا زهرا را گرفته بیا. زود شو. Üzdüm, yoksa seni bırakıp da gittin beni. تو را هیچ وقت تنها نمیمونم. هیچ وقت دست ایلا نمیکنم. Benim annem nerede? هیچ وقت نه. هیچ وقت نه. هیچ وقت نه. Çok mu üzdüm yoksa seni bırakıp da gittin beni, affetmedim کاکا hiç kendimi. Benim کاکا annem nerede şimdi? کاکا من از اینجا بیرون کنین. چرا من زندانی کردین؟ کاکا کجاستین؟ زمرد عروسم چطور است؟ همین حالا دیدمش خواب است، اما تبش کمتر شده مادر. خدا را شکر. آی آی او هم در این خانه روز بعد کم ندید. چی کردی؟ علی را پیدا کردین؟ در کلاب برده قفلش کردم. ای جای رفتن نمیتونم. آزادو علی را به کلی فراموش کردیم که کی هستنش نمیفهمم. اما چی وقت اشتباه کردیم که اینا دچار قسم حالت شدن؟ مادر جان، پدرشان همراهشان نبود. زمردم اونا را نازدانه کلان کرده. سرشان ما برآمدن. تو هیچ وقت به ارتباط علی به زمرد چیز نگو که او را در کجا زندانی کردیم. اگر نه فوراً با آزاد میگه. بچه‌شم مادر. هواپیمای علی پرواز کرد؟ نه. گفته بود قبل از پرواز برام زنگ میزنه. ناوقت که زنگ زدم اما موبایلش خاموش است. زن بچه ما خانه قبیله کلان میشه. هیچ کس مانع شده نمیتونه. بله، هیچ کسی مانع شده نمیتونه. کی است؟ کی است؟ آموزن احمق است. همراهش واضح گپ بزن قدیم. مجبور هستیم خواستش پورا کنیم. از نامه من خوشت آمد قدیم خان؟ اگر نمیخوایی کدام چیز دیگه نوشته کنم؟ فردا ساعت 9 بجه در نشانی که میگم برم بیار. اگه ای بار افراد دیدم با کوچکترین اشتباهت تمام دنیا را از قاتل بودنت خبر میسازم قدیم خان. گپ مفهومیدی؟ شفا باشه. زنده باشی. خوش آمدی. خوش باشین خانم هدیه. هنوزم تب دارم مادر. چی کنیم؟ خب چی کنیم هدیه؟ دکتر میخوایم. برو برستم بگو که دکتر به اینجا بخواه. شما همراه خانم زمرد باشین. من رفته برستم میگم. علی علی کجاست؟ تشویش نکن زمرد. علی در اتاقش همراه کامپیوتر مصروف است. کس هست؟ اینجا کس هست؟ من از اینجا بیرون کنه. کس صدای من مشنوه؟ قدیم خان گفت صبحانه شبته. خانه آباد. متوجه رفتارت باش. شما همتون غلام کوکایم هستین. همتون مزدورای کوکایم هستین. وقت بیادرم بیایه از همتون دونه دونه صبحی میگیرم احمقا. فهمیدین؟ انشالله تا آمدن دکتر آیسته آیسته به هوش می زمرد در روز. بله بیا.
بچه‌م کجاست؟ بسیار وقت میشه ندیدیمش، پشتش چه قاردیم. آرام باش فاطمه. دوران به زودی به خیر خان میشه. چطور مطمئن بودم میتونی که نوجین مادر دوران خان میسازه و اختیار برش میده؟ به خاطر که آزاد دیگه ای حق نداره. از این خاطر بخیر تا چند روز آینده نوجین مادر دوران خان اعلان میکنه. باز خواد دیدی. بسیار تب شدید داره خانم. من برشان دوا نوشته میکنم، اما اگه به شفاخانه برده شوه بسیار زود خوب میشه. نه خیر دکتر بلاز خدا مرا شفاخانه نبرین. بوی شفاخانه مرا بدتر میسازه، تحمل ندارم. لطفا نبرین. درست است، شما که نمیخواین من براتون دوا میتونم. علیمه کجاست؟ چرا پیش من نمیایه؟ از مریض بودن من خبر نداره. تو استراحت بودی یک بار از دروازه سعی کرد. تو خو علی را مشناسی، در فکر هیچ کس نیست. به از تو هم زیاد مریض نیستی، از او خاطر به دیدنت نمیایه. خوب میشن مادر جان، خاطرتان جمع باشه. اما چیز خوب میشه. خداحافظ، دستایتانم میبوسم. خداحافظ. چی گفت؟ مادرت خبر داره؟ نه، فکر میکنه علی در خانه است. افشا شده حتما. به احتمال زیاد. حالا چی کنیم آزاد؟ ما باید با زودی هارمونلی رفته علی را پیدا کنم. تو با زهرای چیز نگو ملکه که ناق جگر خون میشه جانم، درست است؟ درست است، اما شما میرسین؟ تشویش نکو، میرسیم. شکر که هستی. ما همیشه همراهتان هستم جانم. بگو پول در کجا پت کردی؟ بگو پول چی کار کنم؟ ما چیزی را پت نکردیم. باز چرا فرار کردی؟ تو دایدی از او خاطر ترسیدم. آفرین جانم. باغچه بسیار کلان داره. تعداد شاگردام زیاد نیست. هر کس از خود میز چوکی داره. بسیارک مکتب مقبول است. خوشت میایه. و دیگه ای که معاونی مکتبم دوست بسیار خوبم است. ازش خواهش میکنم که تو را اول به قسم موقت قبول کنن. بعدن وقت جای پیدا کردیم ثبت نام میکنیم. درست است؟ بیبی
کتابا و یونیفرم به نمایش گذاشتن. زیاد مقبول است. ملکه جان، آفتاب از کدام طرف برآمد که آمدی؟ فکر میکردم که دیگه هرگزی طرفا نمیایی. ماما قسم فکر کرده بودم، اما بعد از تلفن گفتم شرایط قسم بود که مجبور شدم. این خانم کوچکم شاید شناخته باشه، دخترم زهرا. سلام زهرا، خوش آمدی. ما از یونیفرم شما یک دونه گرفتیم ما و نصیب که مجله کردیم. میفهمم، اما میخوایم که دخترم شامل بسازم تا یک چند روز به قسم موقت باشه. زهرا جان، دخترم میشه تو بیرون منتظر مادرت باشی؟ درباره بعضی موضوعات باید گپ بزنیم. تو برو صنفا را ببین، من زیاد نمی باشم، زود میم. درست است؟ اله. براستی دهی وضعیت چطور امکان داره استاد؟ دختر جان، تو از کدام صنف هستی؟ بگه پای تو و یک قسم مفکوری تو هیچ باورم نمیشه. فقط به خاطر که جبران ازدواج کرده حق تاثیر نداره. نه، منظور من این نیست، اما میتونیم که بگونی خاص دک صنف اختصاصی دک مکان دیگه درس خود ادامه بده. یعنی میخوایی او را جدا بسازی؟ به خاطر چی؟ زهرا از دیگه دخترها چی فرق داره؟ ملکه، او دیگه یک دختر خرد نیست، یک خانم کوچک است. فیدان، ازدواج و هیچ بنیاد قانونی نداره. تو هم میفهمی. مرا درک کن لطفاً. تو میفهمی این موضوع چقدر حساس است و مقامات بالا چه قسم توضیح بتم. هرگز نمیخواین که دخترای مجرد با یک دختر عروسی شده یک جای باشه. زهرا مثل سایر دخترها است. از دیگرها کده بیشتر به درس و تعلیم علاقه داره. مرا زیاد ناامید ساختی فیدان. Susuz kalmış gül gibi, yasaklanmış dil gibi. زهرا؟ Yerin değil el gibi. بلند شو جان مادر، بلند شو. به یک مکتب دیگه میریم، درست است؟ بیا. Gelin değil el gibi. Ben ne zaman büyüdüm anne. سلام علیکم. علیکم سلام. شما را داخل اجازه داده نمیتونیم، دستور نوجین مادر است. درست است، من خودم امرایشون گپ میزنم. پس شو خان صاحب لطفاً، میفهمین که وظیفه ماست. پس شو مرا مجبور نساز که سر دست بالا کنم. گفتم پس شو بین. با کدام روی به این خانه آمدی ها؟ با کدام روی؟ میخوایم مادرم و علی را ببینم. علی در اینجا نیست.
او را پیدا کرده نمیتونی. در موجودیت من هیچ وقت طلاق اونا را گرفته نمیتونی. حالا از اینجا برو. باز چی شدم؟ اگه همیشه انسان خوب باشی من به هیچ کس نخواد گفتم که تو قاتل هستی قدیم خان. اما ای که تو چی وقت ایران نمیفهمم. او قدیم خان چطور هستی؟ خوب هستی؟ امروز صبح فرمان زنگ زده بود امرای برفین ده ازمیر خوب ساتشان تیر است. تو هم عجیب آدم هستی، فورا میری چند دقیقه ساتشو گپ زده نمیتونی. توبه توبه. خدا تو کی هستی کامرایت گپ بزنم؟ ها؟ تو آدم هستی؟ آدم هستی؟ بچه تو زهرا بر ما درد سر شده. شکر بکش کامرایت گپ نمیزنم. اگه دل میشه که تو را از بین ببرم احمق. بله آزاد، میشنوم. علی هستم. آزاد، من تونستم روز جلسه را پیش از وقت بگیرم. فردا جلسه داریم. فردا ساعت 11 بجه محکمه بیایید. فردا صبح؟ چیزی میخوری؟ گرسنه نشدی؟ بسیار خوب، کم قدم میزنیم، وقت گرسنه نشدی باز میخوریم. لطفاً کم خندک و زهرا. بیبی فردا بخیر ساعت 11 محکمه است. بعد از او همه چیز خلاص میشه جانم. بعد از نتیجه محکمه باز تو یک شخص آزاد میشی و به زندگی یادی خود ادامه میدی. همه چیز خوب میشه. یعنی فردا من باید برم؟ بله دختر مقبولم، تو هم باید اونجا حاضر باشی. آزاد رفت که علی را بیاره. بریم. چقدر انسان احمق است، هیچ آدم نمیشه. نمیفهمم که بالای کی قهره است آمده سرم عشیق میزنه. دقیقش نشه راشد، خود ناراحت نساز. شاید اون وقت عصبانی بوده، چی بگویم؟ نه خیر فاطمه، این اولین بارش نیست، چند بار از دیگه. تحمل ندارم. خان میشه، بچه‌شم خان میشه. یک بار بفهمه که دوران بچهش نیست، باز بعدن میبینیم که چه قسم پادشاهی کده میتونه. نی راشد، بلی از خدا این کارا نکن لطفاً. برات زر میکنم آقا راشد. ما دیگه خسته شدیم فاطمه، بس از دیگه. ایلایم که خواهش میکنم نرو. تشویش نکن زن. آزاد هرگز علی را پیدا کردن نمیتونه. فهمیدم عدیه. خداحافظ. چی میگی؟ چی رسایی داری قدو؟ به خاطر که تو خان هستی و من راشد هستم از امی خاطر گپ نمیزنی. یک سلام مامتا و علیک نمیگیری. همه تا نیست؟ چی میخوایی بگویی؟ کرمانی بودن همه قسم از دیگه. میفهمم تو خان یک قبیله کلان هستی، خصوصا وقتی که یک بچه داشته باشی که خانی منطقه شوه. طبعا که کلان گپ میزنی و کتا کتا میگردی، اما وقت انسان چاق شوه باز میکفه. فهمیدی؟ چرا واضح نمیگی که دلم لط کوب شده؟ چرا منتظر هستی ها؟ قدیم خان، نمیفهمی پیش از لط خوردن یا لط کردن درباره بچه دوران خان که بعد از تو خان میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ چی نظر داری؟ چی میگی قدو؟ تو را با دوران چی؟ علی کجاستی؟ تو را کجا پنهان کردن؟ احمقا،
مرا در چی حالت انداختین؟ حسابش خواد دادین. میفهمم همراهتون چی کنم. چرا جدا نمیشم؟ فکر میکنی که بچهت با زودی خان میشه؟ اما ترس نه؟ با تو چی که میشه برو گم شو. اعصاب ما خراب نکنن علتت میکنم. آی قدیم خان آی، تو فریب دادن بسیار خوب یاد داری، اما خبر بدبخت شدنت بسیار زود میایه بره ما. کی فریب داده؟ چرا چوپ هستی؟ چرا یکدم گنگه شدی؟ در وقتش خواد فهمیدی. تشویش نکو. با اجازت. ای به عقل چی میگه؟ شما ناراحت نشین خان صاحب. راستش بچهش همراهش نیست. در کارا تنها مانده. از او خاطر عصبانی است. بیبی دینجا چقدر لباس های مقبول است. اگه میتونستم کوشش میکردم روزایی را که با هم یک جا نبودیم دوباره بیارم، اما ناممکن است. نمیتونم. اما وعده میکنم که بعد از این هرگز از تو دور نمیرم و هیچ وقت تو را تنها نمیمانم. زهرا دخترم، تو را زیاد دوست دارم. جانم لطفاً مرا درک کن. بیا بیبی، میخوایی لباس مقبوله بپوشی؟ درست است نپوش، اما تو میخرمش. دوران چی کردی بچیم؟ زهرا را پیدا کردی؟ کوشش میکنم مادر. بچیم کمی عجله کو. بیبی آزاد آمده بود که بیادر خود ببینه، اما نوجین مادر اجازه نداد که او داخل بیایه. از دروازه دوباره رخصتش کرد. متوجه خود باش، درست است؟ تشویش نکنین مادر. کم مانده پیدایشان میکنم. علی زد نکن دخترم، اینا را بپوش. نمیپوشم. اوف، خب درست است. ما ایره میگیرم. بیازو همه چیز تره مقبول میگه. ماشاءالله بسیار مقبول است. دخترتان است؟ بله دخترم است. خدا از نظر بد نگاه کنه. کاملا شاتختواری شدی. آله مثل یک روز معلوم میشی. زهرا تو لبسیری نمیزنی؟ نه نمیخوایم. نه این قسم نمیشه. صبر کن شور نخو. گفتم که نمیخوایم. عروض شدم. نمیخوایم. گفتم نمیخوایم.
هدیه کی زنگ زده بود؟ نه میفهمم. شماره ناشناس بود. یک بار زنگ زد باز پس قطع شد. میبخشین دختر ما دیدین؟ نه خیر ندیدیم. زهرا کاکا بیادرم کجاست؟ اوه خیرت است آزاد. چطور شد که از استانبول اینجا آمدی بیادر زاده؟ میفهمی که چرا آمدیم. بیادرم کجاست؟ از ما درباره بیادر دیوانت میپرسی؟ وقت قدر برات ارزش داشتن چرا تاله؟ متوجه مادرت و بیادرت نبودی آزاد باشیم. ما از مادر و بیادرم نگذشتیم. علی کجاست؟ تو نه حق داری از ما بپرسی، نه حق داری در این شرکت استاد شوی. از روزی که همراه او زن رفتی تمام حق خدا بر همیشه از دست دادی. ما از کسی چیز نخواستیم. فقط بگو که علی کجاست. کاکا تو هم میفهمی که علی خوب نیست. هرچی زودتر باید از زهرا جدا شوم. تو با خوبی بیادرت نه، با خوبی او زن فکر میکنی. حاله از اینجا برو گم شو و بار دیگه اینجا دور نخوری. میبخشی کی را کار داری؟ میبخشید از کارم کسی دوستی کرد. چی شده؟ مادرتو میپالی؟ ایلاکو ایلایم کو دست ما ایلاکو. زهرا بیا تو را پیش مادرت میبرم. گفتم دست ما ایلاکو ایلایم کو. کمک کسی از کمکم کنه. گفتم پیش مادرت میبرمت. بیا. دختر استاد شو.
ای بار فکر نکنم بیادبی کنی. نه خیر، گرسنه هستم، بارین پسان میخورم. زنده باشی. زود شده گه. زهرا، هر جایی که پات شوی پیدایت میکنم. ناخدا خسته نساز، بالاخره تو را پیدا میکنم. آروم باش زهرا، من هستم. تو ده اینجا چی میکنی؟ مرا ترساندی. او همینجاست. کی؟ آقا دوران همینجاست. درست است نترس. بریم. نترس دخترم. آزاد، دوران همینجاست. زهرا او را دیده. درست است، شما متوجه خود باشین. جایی نروین، حتی یک قدم هم از خانه بیرون نمانید. شما هرچی عاجل باید بیاین. پرواز ساعت چند است؟ ما حتی هنوز علی را پیدا نکردیم. چرا؟ اما محکمه فردا است. اگر شما نرسید محکمه به طویق مفته. آزاد، تو تشویش نکن ملکه. فردا علی را حتما پیدا میکنم. درست است. علی کجاست علی؟ تو میفهمی این موضوع چقدر حساس است؟ و مقامات بالا چه قسم توضیح بتون؟ هرگز نمیخواین که دخترای مجرد با یک دختر عروسی شده یک جای باشه. اگه نام معلی باشه خود اینجا نمیمانم. و زودی استانبول میرم. از زهرا طلاق میگیرم. همه چیز یک طرفه میشه. ملکه، او دیگه یک دختر خرد نیست، یک خانم کوچک است. علی!
نمیدون. همه چیز خوب میشه یک دنیا. töre çaldı gençliğimde gözüm kaldı içimdeki ince sızı oy geçer mi bilmem ben ceylandım ağaca vurdum gözümdeki kan uykusu felek bana pusu kurdu oy biter mi bilmem ben ceylandım ağaca vurdum gözümdeki kan uykusu felek bana pusu kurdu biter mi bilmem سلام کاکا جان شام بخیر میشه از تلفنتان استفاده کنم؟ بله بیادر مستم علی کاکای مرا زندانی کرده بود از پیشش فرار کردم مادر جان کم استراحت کنین تا راحت شوین آزاد علی را پیدا کردن نمیتونه شما ناق خود ناراحت میسازین حالا برین استراحت کنین مادر شبت بخیر عروس شب شما هم بخیر باشه چی کردی؟ پول به نشانی که گفته بود بردی؟ بردم اما قسم نمیشم موزانه باید برای امیش صدایش خاموش بسازم زن یک بار بخیر زهرا را پیدا کرده بیاره دوران بخیر خان شوه باز یک فکر به حال او زنم خواد کردیم قدیم خان علی بیادر خوب هستی؟ خوب هستم بیادر خوب است شما را که دیدم دگام خوبتر شدم استانبول میریم نه؟ میریم بیادر البته که میریم فردا اولین پرواز میایم علی را پیدا کردم مادر جان بگیرین پنیر میخورین؟ نه نمیخورم اشتها ندارم
راست میگن، اشتهای ما رو از بین بردن. بگو باز علی با فریاد زدن شروع کرده. چطور فرار کرد؟ خدایا چطور یاری؟ ما همراه شما چی کنم؟ قدیم علی را پیدا کو. هر کار میکنی او را پیدا کو. علی بیادر زود بخو که وقت کم مانده. بله ملکه، چطور هستی؟ هیجانی. آمادگی رفتن به محکمه رو میگیریم. شما چی کردین؟ همه چیز خوب پیش میره؟ بله خاطرت جمع باشه. ما هم چند دقیقه بعد حرکت میکنیم. تا وقت محکمه رسیده میتونین؟ بله میرسیم. وکیل امرای شما میباشه. ما میرسیم. درست است. آماده هستم. درست است. بیا که بریم. بیا. دوران، علی فرار کرد. فرار کرد؟ چطور ماندن پدر؟ ما هم نمیفهم که چطور تانست. خب علی گپا را بان. هر کاری که میکنی باید با یک شکل زهرا را از پیش او استاد بگی. زود بیا، فهمیدین؟ درست است پدر. آه علی. انشالله که آزادشان ناوقت نرسن. انشالله که ناوقت نمیشه. اگه نه به مشکل مواجه میشیم. میشه کمی صورت بگیرین، باید به محکمه برسه. بچه‌شم بیادر. قاضی به خاطر که رضایت تو را بفهمه که راضی است یا نه بعضی سوالا را از تو میپرسه. مثلا میپرسه که چرا میخوای طلاق بگیری. تو باید برش بگویی که ما جبران عروسی کردیم، یک دیگر دوست نداریم. نوبت شماست. چی دنبال شه؟ اکرام بالشه. بعد از اینا نوبت ماست. آزاد شما کجا هستین؟ نزدیک از نوبت ما میرسن. درا هستن. بله پدر، زهرا و ملکه در محکمه هستند. وکیلم همراهشان است. شما هیچ تشویش نکنین. آزاد هنوز نامده. تا او نیایه هیچ کاری کردن نمیتونه. علی کرمان و زهرا کرمان. حالا چی کنیم؟ نوبت ماست. باید داخل بریم. تا هنوز خونان آمدن. کدام چاره ای نداریم. باید بریم. قاضی صاحب، علی کرمان از اروپا می آید. پروازشان کمی ناوقت شد. بسیار نزدیک است. حال میرسه. میشه کمی صبر کنیم؟ ما منتظر کسی بودن نمیتونیم. حالا که آمدن باید جلسه محکمه را به تعویق بیاندازیم. قاضی صاحب خواهش میکنم 5 دقیقه دیگه. اونا نزدیک هستن. گفتم صبر کردن نمیتونیم. به تعویق میاندازیم. قضیه زیاد زیر کار است. وقت ما تلف میشه. تا همینجا بود. میبخشید اجازه بده. با معذرت. بیا علی.
قاضی صاحب، علی کرمان آمد. هدیه بفرمایین مادر جان. قدیم زنگ زده بود، چی گفت؟ بله زنگ زده بود. علی را پیدا کرده نتانستن. دوران کجاست؟ او چی کرد هدیه؟ زهرا را پیدا کرده تانست یا نه؟ دوران هنوز او را میپاله، پیدا خود شد. گفتم پیدا کرده تانست یا نه؟ نه، فکر میکنم محکمه امروز است. خوب دخترم، به خاطر چی میخوایی از شوهرت جدا شوی؟ ما سازش کردن نمیتونیم. طرف مسایی که دخترم، تو خودت نمیخوایی طلاق بگیری؟ خانواده تو را مجبور میسازه؟ نه خیر، خودم میخوایم جدا شوم. نترس دخترم، تو میخوایی بر رضایت خود طلاق بگیری، اگه نمیخوایی هم بگو. قاضی صاحب میخواد طلاق بگیره. از شما نپرسیدیم. زهرا، به طرف شوهرت بیبی، او را دوست داری؟ نه خیر، نه خیر. زهرا، نه خیر، نه خیر، مرا الا کنید، لطفاً مرا الا کنید. دختر لطفاً از اینجا بیرون ببرین. جلسه شما با تاریخ دیگه به تعویق افتاد. بله پدر، طلاقشان صورت نگرفت. قاضی محکمه را به تعویق انداخت. زهرا دخترم چی شده؟ چرا یک قسم کردی؟ زهرا، کدام مشکل وجود دارد دخترک مقبول؟ برتباط علی است؟ بگو. زهرا، بسیار معذرت میخوایم. علی، بیا همراهت گپ میزنم. بیادر علی، زهرا چرا با دیدن تو وضعیتش خراب شد؟ به خاطر چی معذرت خواستی؟ بگو دیگه علی. به خاطر که من یک کار بسیار بد انجام دادم. چی کردی علی؟ یک دانه. هر مشکلی که داری به من گفته میتونی. هر مشکلی که داشته باشی دختره، ما با هم یک جا شده مشکل حل میسازیم. نه خیر، نه خیر. زهرا، علی چی اشتباهی را مرتکب شده؟ بگو دخترم. نافهمیده شد بیادر. قسم میخورم نافهمیده شد. با هوش نبودم. من هیچ به خود نبودم.
قسم میخورم به قصد انجام ندادیم. Susuz kalmış gül gibiyim. Yasaklanmış dil gibiyim. Yerindeyim. زهرا Gibiyim. Ben ne zaman من زهرا نیستم. من هیچ کسی نیستم. زهرا بخیز دخترم. زهرا طرف ما بیبی. دیدن نمیتونم. تو هیچ کاری نکردی که بشرمی زهرا. طرف ما بیبی. زهرا پیش ما بیا. فکر کن که هیچ اتفاق نفتاده. قوی باش، تو دخترم هستی. بعد از این همیشه خوش می باشی. فهمیدی دخترم؟ همه چیز فراموش کن. زهرا گپای ما فهمیدی؟ دیگه گریه نکن. تو چطور این کار کردی علی؟ ناخواسته شد بیادر. قسم میخورم. چطور تانستی کار کنی؟ چطور به زهرا ظلم کردی؟ باهوش نبودم. قسم میخورم نمیخواستم برایش ضرر برسانم. تو بزرگترین بدیره ده حقش انجام دادی علی. زندگیشو تباه ساختی. معذرت میخوایم. ما زندگی تو را تباه میسازم. شنیدی؟ زندگی تو تباه میسازم. تا هنوز هیچ خبر از دوران نیست هدیه؟ ای خاموشی تو هیچ نشان دهنده خیر نیست؟ ضرور نیست که زنگ بزنی زن. چی گپ شد قدیم؟ محکمه چی تصمیم گرفت؟ محکمه علی و زهرا را طلاق نداد مادر. زهرا حالی هم خانم رسمی علی است و عروس خانواده ماست. تو را از بین میبرم. تو را میکشم. ملکه بس است. تو به من وعده کرده بودی آزاد. گفته بودی تا وقتی که من دو خانه هستم کسی به زهرا ضرر رسانده نمیتونه. عروسی او با علی فقط یک تمثیل می باشه. گفته بودی زهرا هرگز دچار کدام مشکل نمیشه. اما حال چی شد؟ درست است. بیا که در یک جای دیگر راحت شیشه گپ بزنیم. درباره چی گپ بزنیم؟ چیز به گپ زدن مانده؟ تمام خانواده تان دست به هم داده. زندگی دخترم تباه ساخته. دگام چیز به گفتن مانده؟ کدام بدیه دگام مانده که انجام بتین؟ ملکه بس است. بعد از این دیگه به هیچ گپت اعتماد نمی کنم.
ما را راحت بانین. کلاتان کلاتان آزاد و علی در آخرین لحظات محکمه رسیدن اما هرچی که گفتن محکمه علی و زهرا را طلاق نداد و نوبت محکمهشان هم به طویق افتاد. خدا را شکر، خدا را شکر، خدا را شکر که رشخند مردم نشدیم. ما هم توانه تحمل ای غم بزرگ نداشتیم. قدیم بچیم خانواده که اولادا و عروسایش به گپ گوش نکنن. به نظرتان مردم دیگه به گپایشان گوش خود کردن؟ آیا اونا ایره نمیگن که یک عروس کوچکم در خانه خود نگاه کردن نتانستن؟ دیگه تشویش نکنین مادر جان. حال یک نواسته دارین که به نام و عزت کرمانی فکر میکنن. سرایی را که آزاد و علی خم ساختن دوباره دوران ما بلند میسازه. شما فقط اجازه بدین بعد از ای که دوران خان شد باز شما هرچی بگوین او انجام میتن. نه خیر ادیه، خان شدن حق دوران نیست. حساب تمام ظلمای خدا باید بپردازن. از روزی که در او خانه رفتی هر کاری که با تو کردن باید جزای خدا ببینن. زهرا آی مادر لطفاً. پیش پلیس رفته همه گپا را میگیم. نوجین باشه نوجین، قدیم باشه قدیم، علی باشه علی، کلشان جزای خدا باید ببینن. آی مادر. پلیس هر چی سوال کرد باید جوابش بدی. زهرا از هیچ کس نترس و از هیچ کس طرفداری نکنی. چی آزاد باشه چی نوجین باشه هر کس باید جزای خدا ببینه. شما مرا به خاطر امی تو اینجا آوردین؟ به خاطر امی ها؟ من هیچ جایی نمیرم. شنیدین چی گفتم؟ گفتم هیچ جایی نمیرم. درست است، معذرت میخوایم. درست است، هرچی تو بخوایی همون میشه. مرا راحت بانین. من بسیار خسته شده. مرا راحت بانین. زهرا درست است، استاپ چون ندهم. زهرا گناه های بچهتان از سر دوران ننداز. زمرات آزاد و علی دستان بول پشت شما دوسیه جور میکنن. اگه دورانم خان نشه پس کی شوه؟ قدیم آرام باش، مریض سرش زیاد فشار نیار. باندگه زن دوران بچیم رفته تا کثافات کاری آزاده پاک کنم. سالا به یک دروغ باور کردی قدیم خان. مادر دوران قدیم خانه. زمرا در روز زود به اتاقش ببر. هدیه دوایش بتی از اتاق خود بیرون نشه. کارای آزاد بس نبود که علی دوای خان بودن نمیکنه. مادر جان مثل قاشقی که از شیر بیرون شده باشه پاک است، اما ترس ها. دوران تا حال به وعده خود وفا نکده. زهرا تا وقتی که به این خانه نامده دوران و آزاده هر دویشان به یک چشم میبینیم. زهرا دخترم چی میکنی؟ درست است چیزی را که تو نمیخوای انجام نمیتم. لطفاً از من فرار نکن. حال چند دقیقه خوب استراحت کو زمرات. به هر چیزی که ضرورت داشتی صدایم کن میایم. درست است؟ همه چیز خلاص شده دیه. تا همینجا بود. یا مانع خان شدن دوران میشی یا به همگی میگم که دوران بچه فاطمه است. زمرات ما چه قسم به نوجین مادر گفتم میتونم که دوران خان نشه؟ به نظر تو نمیپرسه چرا؟ هیچ عذر نکو، قبول نمیکنم. بعد از این هیچ کسی دیگر را فریب داده نمیتونی. به سر جمال خود قسم میخورم که واقعیت به همگی میگم. پس
قربانت شوم. با ما کمی وقت بده زمرد تا بر بار آخر دوران خدا با آغوش بگیرم. بعد از او از اینجا میرم و یک جای دیگه زندگی میکنم. یک نامه نوشته میکنم. میگم اگه بچه میداشتم او را حتما به اندازه دوران دوست میداشتم. بعد از اون بدون سر و صدا از خانه میرم. درست است، پس عجله کن. اگر روز خان شدن دوران در قصر بودی باز او وقت مقصر خودت می باشی گفته باشم. تو از چه وقت به این طرف دوا استفاده میکنی؟ بعد از مرگ سونا. فقط تنها تو مشوقیت از دست دادی. شما مرا درک کرده نمیتونید. قصدم ندارین که درک کنین. سونا به خاطر من از بین رفت. به خاطر من خود با آتش انداخت. اما این گپ درک کرده نمیتونین. هیچ کدامتان درک کرده نمیتونین به جز خودم. این قسم امکان نداره. معلوم دار است که گپ زدن آسان است. مقصر دانستنم آسان است. راست میگم نه، من همیشه مقصر هستم. وقت شما خوب هستین چرا زهرا را با من نکاح کردین؟ کسی که باعث عروسی شد شما هستین. گفتین زهرا را به علی میوب میتین. علی میوب او شخص ما بودم. گفتین بیازه سر پای خود استاد شده نمیتونه، خیرشان به کسی نمیرسه. مرا قربانی کردین بیادر. نمیخوای چیز بگویی؟ حال زود چه چیز خوب بگو. اگه این مشکلات سر شما میامد شما مثل حال چوب میبودین بیادر. از شما یک سوال دارم. اگه این مشکلات بالای شما میامد شما چی میکردین؟ زود جواب بده. لطفاً به ما جواب بتین. اگر جواب نمیتین چیغ بزنین. اما این رقم طرف مسائل نکنین. یک چیز بگوین تا ما از عذاب وجدان نجات بتین. خواستم ای زندگی نبود. این عذاب وجدان همیشه همراهت میباشه علی. نه مواد مخدر، نه نوشیدنی و نه ای گپای دلیل شده میتونه تا گناهتون نسبت به زهرا بخشیده شود. فهمیدی؟ بیا که بره.
او یک قسم است. در حقیقت میخواه با ما دشمنی کنه، یا ضررش رسیده یا میرسه. اما او دشمن دوست بسیار نزدیک ما است. نه از او دوری کده میتونیم و نه او را از خود دور کده میتونیم. حاشیه روی نکو هدیه. چی میخوای او را بگو؟ یک چیز برم آماده بساز تا دروغ و حقیقت به هم بزنه. وقتی نوشید عقل خود از دست بده. ممکنه ناممکن و ناممکنه ممکن بسازه. یک کلمه بگویه 1000 بار خنده کنه و کسایی که او را در او حالت ببینن به گپاش باور نکنن. هدیه تو را کی قدر به تشویش ساخته؟ کسی که بسیار زود عقل خود از دست خواهد داد. تبش بسیار شدید است، باید به دکتر زنگ بزنم. بله بفرمایید نوجین مادر. فهمیدم. یک دوا به خاطر کم ساختن تب نوشته میکنم. با زودترین فرصت براتون حوال میکنم. مایراتشان فراموش نکنین. بازم شفا باشه. نوجین مادر مریض شده؟ نه خیر، عروسش زمرد. تو نفر مسئول به دواخانه روان کن تا دواها را به قصر برسانم. امروز رنگ مال برنگ کدن اتاق تو میایه. رنگ اتاقت چی رنگ باشه؟ آبی روشن درست است؟ یا سفید؟ فرق نمیکنه، هر قسم که تو بخوایی. امروز یک الماری خوبش برای کتابایت فرمایش دادم. هر قسم کتاب را که بخوایی داخلش مانده میتونی. درباره مکتبم تشویش نداشته باش. دخترم زهرا جان، چندین مکتب دیگران به خاطر جستجو کردیم. اینجا استانبول است، صدها مکتب وجود داره، هیچ فرق نمیکنه. تو غذای تب بخوام ببینم کی هست. تو اینجا چی میکنی؟ از اینجا برو. ملکه میخوایم زهرا را گفتم ببینیم. برو. فاز شو اثر رایم. زهرا بریم با قصر میریم. ایلاکو دستم ایلاکو. زهرا با خود بیا بریم. ایلایم کو. حرکت کن بریم. گفتم مره ایلاکو. دستم ایلاکو. ایلایم کو. بریم. زهرا هیچ جایم رایت نمیرم. تا فردا خوب استراحت کن. همراه یک متخصص ترک مواد مخدر گپ زدم. فردا همراه او ملاقات داریم. با تمام اعضای قصر میگیم که کار داریم. بیادر کار را که در حق زهرا انجام دادیم با اعضای قصر خونه میگین نه بیادر؟ گفتن خود کنار بان که حتی نمیخوایم درباره‌اش فکر کنم. به خاطر تو، به خاطر خانواده ما و به خاطر خودم باید چی گپ پنهان کنیم.
تو به من وعده کرده بودی که تا وقت من در خانه باشم کسی به زهرا ضرر رسانده نمیتونه. گفتی عروسی او با علی فقط یک تمثیل میباشه. گفتی زهرا هرگز دچار کدام مشکل نمیشه. آه ملکه، زهرا با خود بیا. هیچ جایی نمیرم. دخترم تو خوب هستی؟ ای مرد. نه خیر، زنده است. حالا پیش پلیس میریم. همه چیز برش میگم، درست است؟ بریم دخترم، بریم. دوا تاثیر خود نشان داد. چند دقیقه بعد به هوش میه. همین که دوای شب خودم بخوره به زودترین فرصت خوب میشن. تشویش نکنین. تو رام به زحمت ساختیم دخترم. کار و بار خود ایلا کده آمدی. استغفرالله نوجین مادر، ای وظیفه است. زمرد خانم عرق کردن. قبل از رفتن لباسایشونم تبدیل میکنم. درست از دخترم ثواب میکنی. در این سن دست و پای ما دیگه کار نمیته. فقط هدیه مانده. هیچ نمیفهم اول به کدام کار برسه. نوجین مادر، اگه اجازه شما باشه تا خوب شدن زمرد خانم پیش شما بوده میتونم. کارای ما تنظیم میکنم، از رخصتی ما استفاده میکنم. این امکان داره دخترم؟ چرا نداشته باشه؟ بیازو وظیفه ما همی است. در ضمن خدمت کردن به خانواده مثل شما به ما شرف میبخشه. به بسیار عجله وارد خانه ما شد. هر دوی ما را لطکوب کرد. کوشش کرد دختر ما فرار بده. با مشکل از دستش نجات یافتیم. فعلا در خانه ما در حالت نیمه بیهوش افتیده. اگه خواسته باشین همیاله بریم. بسیار خوب، پس از دوران کرمان شکایت دارین؟ شکایت دارم. اونا نمیفهمن که قانون و عدالت چی است. هر چی که دلشان شوه به نام رسم رواج سر مظلومات تطبیق میکنن. میخوایم که جزای خود ببینن. ولی شکایت میکنم. دستای درد نکنه دخترم. بیا تو هم بیشی. تب زمرد خانم بسیار زیاد پایین آمده. دیدم که اونا راحت خوابیدن. مام رفتم با شما قهوه آماده کردم. خوش آمدین هدیه خانم. در حقیقت تو خوش آمدی لیلا دخترم. مهمان خود تو هستی. بعد از این دیگه لیلا مسافر نیست هدیه. تا خوب شدن زمرد اینجا می باشه و امرای ما کمک میکنه. درست است، اما فاطمه چی میشه مادر؟ رفتم همراهش گپ زدم. گفتم نوجین مادر در قصر منتظر تو است. فاطمه همینجاست در آشپزخانه. او بعد از این فقط کارهای خانه را انجام میده. لیلام مصروف زمرد می باشه. از بیرون آمدین. من میرم با شما قهوه آماده میکنم. مادر جان، خدا میفهمه که چه قسم آدم است. شما او را چطور نشناخته به قصر آوردین؟ ما لیلا را میشناسم. یک دختر بسیار خوب و با ادب است. در ضمن تو نمیگفتی که از پرستاری زمرد خسته شدی؟
لیلا تمام مشکلات زمرد حل می سازه. تو هم زیاد خسته نمیشی هدیه. علی امیدوار هستم که یک روز مرا ببخشین بیاد. موبایلت جواب بده علی، جواب بده. میبخشین شما بیادر ما دیدین؟ بله آقا، ازم خواستن تا برشان تاکسی بخوایم. 1 ساعت میشه که رفتن. کدام مشکل هست؟ نه خیر، کدام مشکل نیست. میتونم با مرکز او تاکسی گپ بزنم؟ بله. بس است، نترس. بیبی حال او را دستگیر کرده به زندان میبرن. هر دوی ما نجات میافیم. اینجا خب کسی نیست خانم محترم. یعنی چی که کسی نیست؟ اما ما دروازه را قفل کرده بیرون شدم. امکان نداره که جایی رفته باشه. شاید در یک جایی خانه پنهان شده. یک بار خانه را ببینین لطفاً. درست است نترس. بفرمایین آقا. خانه من اینجاست. ملکه خانم، خیرت کدام مشکل پیدا شده؟ چیزی نیست کاکا حسن زنده باشه. خب با آغوشت بگیرش. برای آخرین بار دخترت با آغوش بگیر. بار دیگه به خاطر دیدنش به پاهای ما باید بفتی. در این خانه یکمو پرستار کم بود. کم مانده بود زمرد خاموش بسازیم که این پرستار پیدا شد. حالا همیشه مزاحم ما می باشه. زمرد خانم چه قسم خاموش می سازیم؟ این دیگه چی است؟ یگانه راه چاره ما از فاطمه. به خاطر دوران، به خاطر آینده دوران. روزی که دوران زهرا را به قصر میاره همون روز خان میشه فاطمه جان. بیازو هر دوی ما تمام عمر به خاطر همین روز منتظر نبودیم؟ نخیر من این قسم نمیخوایم. از چی میترسی؟ او را خو از بین نمیبریم. فقط کمی عقلش ازش میگیریم، همه قدر. بعد از او هر چی که میگه بگویم. کسی به گپش باور نخواد کرد. بره ایره بگی و به زمرد بنوشان. مش توی کار کردم میتونم خانم عدیه؟ من گناه را بگردن نمیگیرم. نه نمیتونم. تا آخر خط رسیدیم. حالا نمیخوایم شکست بخورم فاطمه.
تو هم به خاطر بچیت، به خاطر خانه، ای خانواده بزرگ ای کارم میکنی. همه تو نیست فاطمه جان؟ تمام خانه رو بررسی کردیم ملکه خانم. این خانه کدام راه دومی خروجی هم داره؟ نه خیر، باورم نمیشه. دروازه رو قفل کرده بیرون شدم. کجا رفتم میتونه؟ از کجا؟ یگانه راه فرارش بالکن است. امکان داره قبل از ما از اونجا فرار کرده باشه. افراد خود به جاده ها در جریان مانده. به زودترین فرصت دستگیر میشه. درست است. متوجه باشین. هر لحظه امکان داره خدا به شما برسانه. خوب شد به خیر گذاشت. بریم بچه‌ها. زنده باشین. اگه باز اینجا بیایم، اگه مرا با او قصر ببره، هیچ کس را به او قصر برده نمیتونه. نترس. حالا ما و تو با یک جایی میریم که هیچ کس هر دوی ما را پیدا کرده نتونه. نترس جانم. جانم. آزاد خان تاکسی آمد. بیادرم شما از هتل گرفتین؟ یک جوان سفید چهره بود. بله. گرفتم، به میدان هوایی بردمش. در مسیر راه از طریق تلفن تکت طیاره گرفت. به خاطر رفتن به اروپا ساعت پروازم میپرسید. سلامت، زنده باش. خواهش میکنم. امی که به قصر رسیدی برام خبر بده تا به تشویشت نباش. تبتان کم شده خانم زمرد. تا فردا خوب میشین. شفا باشه زمرد خانم. تو دوباره به قصر آمدی فاطمه؟ نوجین مادر تحمل نتانسته و تو رو بخشیده؟ بله، خداوند ازشان راضی باشه. ای چای چی است؟ بوش تشخیص نتونستم. نمیفهمم. زنجبیل و سمارق و دیگه چیزا هست. عادتشان هست. عدیه خانم زیاد چیزا را گرد میسازه. زنده باشی فاطمه. خوب شد که تو پس آمدی. زنده باشین. شما این آدم ها میشناسین؟ نه خیر نمیشناسم، ایت ندیدمش. مادر جانم، جایی که ما حالا میریم زیاد دور است؟ نه خیر، زیاد دور نیست. زود میرسیم یک دانیم. خوب شد به خیر گذشت ملکه خانم. او آدم هر کسی که باشه امروز یا فردا دستگیر میشه. انشالله کاکا حسن جان. زنده باشه. بیا که بریم. شنیدم که انتخابات شاروالی فسخ شده، راست است؟ میگن نیم کاسه زیر کاسه است. امو روزه که بشیر خان خدا نامزد کرد ما گفتم میخوای اوزارا بر هم بزنه. من فکر میکردم موفق نمیشه، اما دست روز آخر بالاترین رایه گرفت. اگه حمایت کرمانیا نمی بود تا هنوز امونا کوچه به کوچه بیکار میگشتن و هر طریقه که شد از برکت خان کرمانیا خدا موفق ساخت. احمقه. خدا میفهمه که دیگه چی کارهای خلاف انجام داده باشه. خدا لعنتت کنه. کجاست سه ملکه؟
امید جدید کرمانی ها، انسان بزرگ، کاندید جدید محترم شاروالی، امید جدید کرمانی ها، نفر کرمانی ها، رایتان براشد بتین و تا که راحت باشین. چی گپ است؟ چرا خنده میکنی او دختر؟ سر شما دختر بی تربیه. باز میگم که بالای تو. یک بار ما کاندید شاروالی شوم باز میبینم که کی بالای ما خنده کده میتونه دخترم. رایتان براشد بتین، رای خدا براشد بتین، رای خدا براشد بتین تا رایتان ضایع نشه. ما با شما خدمت میکنم، تو چرا تا حالا نرفتی احمق؟ بی تربیه را خبر نداره که ما شاروال میشم. دوای زمرد خانه من برشان دادم، اونا خوابیدن. دیگه کدام کار به انجام دادن مونده؟ نه خیر دخترم، بیشی تو هم کم خستگی طرفه کن. نه خیر، من خسته نیستم. داشت پس خانه رفته کمک میکنم. اینا رو با خود ببر دخترم. حالا دیگه نباید از کسی بترسیم. بیا. خوش آمدین. خوش باشین. از آمدنتان خبر میدادین دخترم. تا خانه را پاک میکردم. لازم نیست کاکا، ما پاک میکنم. در موتر بکس های ما از او را ارده میتونین؟ البته که میارم. شما داخل برین، من همین حال رفتم میارم. کجا هستی ملکه؟ کجا هستی؟ بفرمایین بیادر. ده هارمانلی هستم. درست است، مستقیم خانه برو. فکرت باشه کدام کار غلط انجام ندی. درست است، تشویش نکنین. علی بیبی اگر در خانه ازت سوال کردن جواب نده، درست است؟ که کدام مشکل خلق نشد. درست است بیادر، فهمیدم. با امید دیدار. خداحافظ. در خانه تمام حادثات به خاطر من رخ میتن. به می خاطر بر من زنگ میزنن، به تشویش هستن که این کارا بکو و کارا نکن. بر تو چک رفیق. آلیس. دوران پشت زهرایشان رفتن. امروز یا فردا زهرا را میاره. تشویش نکنین. میبینیم. خوش آمدین قدیم خان. چطور هستین؟ خوب هستم. چه قسم باشم؟ خداوند خوبی نصیبتان کنه. لیلا دخترم با پرستاری زمرد عروس آمده. نه خیر، نه خیر، نه خیر، نه خیر دیگه نیست. چی شده؟ مادر، نه خیر. دخترم چی گپ شده؟ چرا نه خیر میگی؟ عکس جمال ما در جاش نیست. در هیچ جای نیست، گم شده. گوش نشدی اما تو نیست. از امو خاطر مام خواستم زودتر یک چیز به خوردن آماده کنم. کچالو سرخ کردیم. کچالوی سرخ شده را خوش داری نه؟ آی مادر، نترس، کاکا بکر آمده. آمدم. سلام علیکم. سلام، بفرمایین. خانمم گفت که شما غذا آماده نکنین. ما هم خواستم گیر زود بیارم. گرم نوش جان کنین. بسیار زیاد تشکر میکنم. زحمت کشیدن، دستشان درد نکنه. چی زحمته؟ حالا دیگه اگه با چیزی ضرورت داشتین به من خبر بدین، درست است؟ زنده باشین. بسیار تشکر. میرم. اشتهای خوش. شب خوش. شب خوش.
بسیار غذای مزه‌دار است. حالا دخترم قبل از سرد شدن شروع کن و ما میرم که دیگه چیزا را بیارم. بگی یک دونه بخو. پیش ما پول زیاد نیست، میشه به ما قرض بتین؟ قرض خال دکانم نمی طرفی. اما خفه نشو یگان چیز دیگه میگیریم. راستش نظمی جان، پیش ما مقدر پول این بهترین مواد است. وقتی یک بار دود کنی دنیا را سرچپه میبینی. مکه در اتاق بود و مکس در جاش بود. زمرد خانم میشه در روی زمین افتیده باشه. آی فاطمه تو هم هیچ نمیفهمی. دیدم همه جای دیدم اما هیچ جای نبود. چی شده زمرد؟ تو خوب هستی؟ هیچ خوب نیستم هدیه. عکس جمال من است. سر تخت خوابم بود اما حال نیست. بیا که با هم ببینیم. در اتاقت بود. دیگه کجا میتونه باشه؟ قبل از استراحت کردن در جاش بود. همه که چشم خدا باز کردم نبود. آمد. اما نبود. قسم میخورم که در جاش نبود هدیه. جمال من. زن احمق، زن پیر، همه چیز به خاطر او شد. سونام از بین رفت. ما زهرا رام تباه ساختم. کاش که با جای پدرم او از بین می رفت که مام راحت می شدم. مادر جان، به خاطر که شما خفه نشین نخواستم چیزی بگویم، اما صحت زمرد هیچ خوب نیست. مثل که پیش روش جمال باشه همیشه با خود گپ میزنه. در ضمن فاطمه هم دیده. اما تو نیست؟ بله دیدم اما من باور نکردم. خب چی کنیم دیگه؟ ها؟ به خاطر مرده گریه نکن، به خاطر دیوانه گریه نکن. ما هم حیران هستیم که از کدامش مواظبت کنیم. یک طرف علی، یک طرف مادرش. کلش به خاطر آزاد است مادر بیادر خود علاقه در رفته، پشت استاده گرفته. ایگو دیگه چقدر قدیمی است. هنوزم نو مونده. پدر میراث خارج برم آورده بود. زیاد خوش داشتمش. همیشه همراهش ساتیری میکردم اما نمیخواستم کنه شوه. بسیار خوب نگاش کردم زهرا جان. بسیار خوب. بستر خواب آماده شد. بعضا همراه پدرم به ماهیگیری می رفتیم. یک سارا مادرم گرفته بود. بیبی بار اول وقت خواستم اینجا بالا شوم دستم شکسته بود. بسیار وقت مادرم برام غذا می داد. ها بیبی ده اینجا همسن تو هستم. همیشه همراه مادرم گل می چیدیم. دوره طفولیت شما بسیار خوب سپری شده نی؟ هر دیگه دخترم برام شب کافی است. همه چیز
به خاطر تو شده زن پیرکی. بی تربیه بی ادب، تو نوشیدی که قدر بوی میتی؟ گم شو از پیش چشمایم. تو را از بین میبرم. چی میکنی؟ ایلایم کو علی. چی میکنی؟ زود شو کلمه بخوان. زود شو. ایلاش کو چی میکنی؟ تو مداخله نکو. هدیه قدیم. هیچ جای فرار نمیتونی. قسمی که سونو از بین رفت، اما قسم تو هم از بین میری. لطفاً به خود بیا. چی میکنی؟ مثل من، مثل زهرا تو هم میموری. بس از ایلاش کو. با تو چی؟ با تو چی؟ مادر صبر کو دیوانه. تو خدا چی فکر کردی ها؟ شما خوب هستی؟ نفس گرفتن میتونی؟ آهسته. آی مادر جان خوب هستید مادر؟ خدا کنتانه لعنت کنه. این طرف نبیا. داخل برو. بس. بیار فاطمه. قدیم او را به اتاقش ببر. دیوانه شده. برو دیوانه، برو داخل برو. تا عقل در سرت نامد از اینجا بیرون نمیشی. بی عقل بی حیا. اگه بچه جمال نمی بود میفهمیدم کمرای چی کنم. او دیگه از حد خود گذشته. بچه احمق بی تربیه بسیار اعصاب ما خراب ساخته. به خاطر من هیچ تشویش نداشته باشین. موضوع خانه به خانه میمونه. به هیچ کسی نمیگم. زنده باشی دخترم. یادگار اولادم است دیگه. اگه بزنی زده نمیشه، اگه بفروشی فروخته نمیشه. به خاطر ما تو هم به زحمت شدی. حقت ببخش. خواهش میکنم. البته که حلال باشه. اگه تو نمی بودی بعد استای علی آخرین نفسهای خودم میدادم. مدیون تو هستم دخترم. هیچ مدیون نیستین. همین که شما خوب باشین برای من کافیست. زمارت خانم امروز بهتر هستن. دیگه تبشان بالا نمیره. فاطمه خانمم در کنارش هست. من به این حالت به شما کمک کردن نمیتونم. اگه اجازه شما باشه من میخوایم برم. با این حالت خود کجا میری دخترم؟ حالا باید کم ما به تو کمک کنیم. تا خوب شدنت مهمان ما هستی. علی کجاست فاطمه؟ چند روز میشه که تا صداشم نشنیدیم. هیچ پیش مادر خود نامده. با دیدنت آمده بود اما تو استراحت بودی. باز پس رفت. اگه من 3 روز نبینمش با غش نگیرمش دق میشم. تو چطور اینقدر سالا تحمل کردی؟ از اولاد خود دور ماندی. چطور تانستی راحت بخوابی جانم؟ راحت نبودم. بسیار مشکل است. از دوری شهر لحظه می سوزم. اما چی میکردم؟ به خاطر خوبی بچه خود مجبور بودم همیشه خاموش باشم. زمارت خانم، من حالا باید بازار برم. اگه چیز ضرورت داری بیارم. نترس فاطمه. دیگه هیچ نترس. همگی خواد فهمیدن که دوران بچه تو هست.
بفرمایین کیه کار دارین؟ استاد ملکه نیست؟ نه خیر. تو هم آدم هستی، حال پلیس زنگ میزنم. با آن موبایلت هم ایسه بیا. مرای لاکو مالکشان کجاستن؟ نمیگم. زود بگو احمق، اگه نیاز من میبرمت بگو. گفتم نمیگم. احمق. جوابته مالکشان کجاستن؟ آمدم. چیز پیدا کردی دخترم؟ بله بیبی مرچم پیدا کردم. درست است، من میرم که بشویم شم. نه خیر من میشویم. درست است. ها مادر. ها چیزی شده؟ بله. چیزی که در زندگی انتظارش داشتم زهرا جان، با دختر خود به تنهایی صبحانه بخورم. از دیگه در چیز خوبتر بوده میتونه؟ جانه لعنتی، زندگی ملکه از زندگی تو بارزشتر است. کجاستن؟ درست است میگم، به خانه تابستانی خواستم میرفتم، فعلا همونجا هستم. شما را میگم دروازه را باز کنین. از اینجا هیچ جای رفتن نمیتونی. ناق دروازه را تک تک نکو. موبایلم حق نداری. شما با من این کار کردن نمیتونین. میخوایم امروی بیادرم گپ بزنم. گپ زدن نمیتونی. بیادرت هم داخل خانه شدن نمیتونم. ای که چی وقتی یکی دیگه تو نخواد دیدین خدا میفهمد. همی که غذام برات میتیم باید خوش باشی. جواب بده موبایلت ملکه، جواب بده. بگی دخترم، برش کم پنیر بده، شاید گوش نباشه. بگی بخو. خنده دار است؟ بله خنده دار است. درست است درست است مادر جان. برو اونا رو نجات بده. او آدم فهمیده که اونا کجاستن. از پشت ملکه خانم رفتن. برو اونا رو نجات بده. برو بچه مجله کن، نجاتشان بده. برو
اینجا با نام سمه سایگین کسی هست؟ ما او را میپالم. سارانوال متقاعد است. اینجا خانه تابستانی داشته. شما کدام معلومات دارین؟ نه خیر، معلومات ندارم. تشکر. خداحافظ. 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 یک دقیقه به یادم آمد سمه سایگینه را میگین. خانهش دیدین؟ خانهش من ترمیم کرده بودم. از همین خاطر میفهمم. بسیار خوب بیادم. او فاطمه خیرت باشه. جنگ شده، قطعی آمده. تمامی سودا را چرا جمع کردی؟ من قدر سودا را چی کنم آقا راشد؟ ضروریات قصر است، مام گرفتم دیگه. شنیدم به قصر برگشتی. تبریک باشه. دوباره خواستنم زنده باشن. خوب کردی. با بچه تام نزدیک میشی. دیگه چی میخوایی؟ آقا راشد با تو هیچ مربوط نمیشه. این موضوع را دیگه بسته کو. دیگه یاد نکنی. امرتان سر چشمایم خانم. امرتان سر چشمایم. اما وقتی که شاروال شدم باز نمیتونم که موضوع را با آسانی فراموش کنم. حتی بعد از آوردن حمایت کرمانی ها هر دقیقه یادت خواد کردم. معذرت میخوایم. بس اینجا هستین ها؟ چقدر خوش است که حمام کرده. قندولک گوش نشدی؟ ها؟ بوی خوش اولادمی است. جانه. چیزی میخواستین زمرد خانم؟ آی نه خیر، استراحت کرده خسته شدم، خواستم کمی قدم بزنم. کار خوبه کردین. بفرمایین دست ما بگیرین. دستت چی شده دخترم؟ یک حادثه کوچک بود و غم مهم نیست. شفا باشه. کمی دیر شده اما بیا که تاج شادخت خودم به سرش بانم. شیران برش بده؟ درست است. گرست بیا که یک ذره ورش پیدا کنیم. تو همینجا باش، ما زود پس میاییم.
خب بگی توی را ببر. اگه سیر نشد دگام برش مندازیم، درست است؟ ببر دخترم. آی مادر، من معذرت میخوایم، راست میگم نخواسته شد. دخترم مهم نیست، من پاکش میکنم، تو برو. مادر جانم، شما بسیار یک مادر خوب هستین. حداقل بعد از این مادر خوب می باشم جانم. پیش از اینکه ترا دگام ناز بتم از اینجا برو. پیشوگک پیشوگک، بیبی برای چی آوردیم؟ پیشوگک، بیبین برای چی آوردیم؟ پیشو پیشوگک، پیشوگک، بیبین برای چی را آورده؟ دخترک ما کجا رفت؟ تو اموره میپولی؟ زهرا؟ 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 آزاد، زهرا نیست. یعنی چی که نیست؟ نمیفهمم، چند دقیقه پیش هم اینجا بود، حالا نیست. وقتی دخترتان داخل یک موتر میرفت من دیدمش. داخل کدام موتر؟ چی وقت؟ به خدا نمیفهمم، رانندهش یک مرد بود. یک ببین، همی آدم بود. همی آدم بود، راننده موتر همی آدم بود. دوران. گفتی دوران؟ با پلیس خبر میتم. بیا که بریم. بیا آمده که. زنده باشی، حال من میخوابم. اگه به چیزی ضرورت داشتین خدا به زحمت نسازین، من صدا کنین. جمال، جمال، جمال با چطور است؟ خوب است. یک کمه قدم زد، حالا دوباره به اتاق خود رفت. جمال من پس آمده. جمال من آمده. جمال من پس آمده. جمال پس آمده. مادر، جمال تسبیح خدا سر تخت مانده. آمده، او دوباره آمده. جمالم
مادر! مادر! بیا برم نشان بده از کجا پیدا کردی تزبیره؟ حالا بیا دیگه نشانم بده. دوران دختر ما دوباره به او جهنم میبره. آزاد ازت خواهش میکنم کم سرعت بگی لطفا. درست است ملکه، با پلیس خبر دادیم. چند دقیقه بعد حتما موترش توقف میتن. هدیه اینجا بود. بیبی دقیقا همینجا بود. تو با گپم باور داری؟ همه تو نیست هدیه؟ البته که باور دارم، اما حال تو استراحت کو، خسته شدی. بیشک خدا مهربان است. شاید وقتی بیدار شوی جمال در مقابل چشمایت ببینی زمرد. بسیار زاری کردم، بسیار دعا کردم به درگاه خداوند تا همه چیزی که تحمل کردم خواب باشه، یا که واقعا خواب بوده. شاید حق با تو باشه زمرد. بشی. دوران کجاستی بچه‌م؟ چی کردی؟ زارا را گرفتم میایم مادر. و نجین مادر کلان خبر بتین. اگه قسمت باشه تا فردا میرسیم. شیر بچه من، آفرین به تو. مادر، خدا لعنتت کنه. مادر. آقا دوران، آقا دوران، لطفاً استاد کنین آقا دوران. مرا کجا میبرین؟ من میخوایم پیش مادرم برم. لطفاً استاد کنین، لطفاً. چوب باش دختر. فاطمه چشمای ما روشن. اما چی شده؟ دوران فردا میایه. باز بیبی دیگر از خان شدنش جشن میگیریم. خوب، اگه زمرد خانم بگویه باز؟ بگویه چی؟ هر چی بگویه کسی به گپش باور نمیکنه. طرف ما ببی زارا، اوجا پلیس هستن. اگه با اونا یک کلمه بگویی دیگه مادرت نمیبینی. هر چی که ما گفتم تو هم میگی. یعنی با خواست خود پیش شوهرت میری، درست است؟ نه خیر، لطفاً این کار نکنین آقا دوران. ملکه را بکشم همین را میخوایی؟ به اولین بارو خوش بود آزاد. به اولین بارو را به حالت یک طفل دیده بودم. من به خاطر خوشی او به هر کار راضی هستم، به هر کاره. کافی است که دیگه گریه نکنه. خدایا خواهش میکنم کمکش کن. درست است ملکه، آرام باش. گپایم فراموش نکنی. زندگی ملکه به دست تو است. اگه اشتباه کنی او را از بین میبرم. بفرمایید بریم. میتونم شناسنا میتونه بگم؟ البته. بفرمایید. لطفاً از موتر پایین شوید. قدیم چی گپ شده؟ ترساندی زنکه چرا شیغ میزنی؟ بچه ما قدیم، بچه ما بالاخره خان میشه. زهرا را از دستش گرفتم میاره به خانه. زنده باد.
شیر ما. علیه شما به دلیل اختطاف طفل شکایت شده. در مورد کدام اختطاف گپ میزنین؟ کدام طفل؟ نام این طفل زهرا نیست. مادرش شکایت کرده که شما طفلش اختطاف کردین. او زن خود دیوانه است به خدا. آمر صاحب باید براتان بگویم که او زن دیوانه مادر ای است. نه خیر، یعنی این خانم و بچه کاکایم علی کرمانی است. ما میره گرفته به خانه میبرم، فقط امی. این آدم راست میگه؟ یعنی این آدم تو را فرار نداده؟ یعنی تو به خواست خود پیش شوهرت میری؟ هنوزم از اونا خبری نیست. چرا تا حالا دستگیرش نکردن؟ اگه زهرا را دوباره به او خانه ببره تحمل نمیتونم، میموره. آزاد خواهش میکنم یک کار کن. بله من خودم میرم، یعنی میخوایم پیش شوهرم برم. او زن دروغ گفته، من دختر او نیست. میخوایم پیش شوهرم برم، میخوایم زودتر به هرمانلی برم. لطفا اجازه بده. هویتشان ندیدم. خانم رسمی علی کرمان است. مادرش هم گلسوم نام داره. بفرمایید، رفته میتونین. تشکر میکنم. بیا خواهر جان، بفرما. وقت خوش براتان میخوایم. آفرین دختر، بسیار خوب تمثیل کردی. آزاد همین دقیقه اجازه دادن. ما باید از اینجا بیرون شوم. باید برم و زهرا را از او خانه بگیرم. امکان نداره. با محکمه میری؟ پس تو برو زهرا را بگی. زهرا را از او خانه نجات بده. لطفاً برو او را بگی. لطفاً. مادر، تا 10 دقیقه دیگه خانه میرسه. بسیار گشنه شدیم به خدا. یگان چیز آماده کنین. خدا حافظ. زمرد خانم به هالوسیناسیون مبتلا شده. یعنی چیزی نیست، اما فکر میکنه که وجود داره. شب چند بار بیدار شده، پشت چیزایی که وجود نداره میگشت. شوهرش مرده، اما او بیچاره فکر میکنه جمال میبینه. قلبش غم مرگ او را تحمل کرده نتانست دخترم. معلوم میشه که عقلشم تحمل نتونسته. فکرش بسیار خراب شده. چی کنی مادر؟ دوران یک چند دقیقه بعد زهرا را میاره. مادر گفت مثل گرگوش نشده. خب مادر جان، دوران با وعده خود وفا کرد. حال نوبت شماست. با این شو زارا. زارا حالا دیگه با این شو. زارا آقا آزاد، امرای ما میره. به جای بردش نمیتونین. این قصر خانه ای است. جدا ساختن زهرا از مادرش به ما نمیزه. زهرا خانم بیادر تو است و عروس این قصر دیگهش مربوط ما نمیشه. حالا ایلا که دخترم. گفتم زهرا امرای ما میره. زهرا اگه همراه او بری با یک مشکل بزرگ مواجه میشی. حالا زهرا بیا که بریم. یعنی که توی قسم نمیفهمی. ای را ببرین. خب دست پایش نرم کنید. با من نزدیک نشین.
خدایا لطفاً از دخترم محافظت کن. خواهش میکنم او را در پناه خود نگاه کن. با وعده موافقت مادر کلان. بعد از امروز فقط مردیت از این خانه می برای او بس. حال خان شدن دوران اعلان میشه. به همه خبر بتین. تمام بزرگای قوم دعوت کنین. یک مهمانی بزرگ ترتیب کنین. تمام اطفال ختنه نشده قریه ختنه میشن. این مراسم باید لایق شان و شوکت خانواده ما باشه. شما را چی شده؟ شما زخمی شدین. کم تحمل کنین. من با مولا زنگ میزنم. طرف ما بیبی در اینجا با ادب زندگی میکنی، فهمیده شد؟ اگه کوشش کردی کدام کار دیگه انجام بدی توتت میکنم گفته باشم. شما هم جمال ما دیدین همتون نیست؟ او نمرده، پس دوباره آمد، همینجا بود. دوباره از راه کلکین فرار کرده رفت. فاطمه ایره با اتاقش ببر، عجله کن. بیا زمرد خانم، بیا در اتاقت بریم. تو باید استراحت کنی. تو هم جمال ما دیدی همتون نیست؟ او زنده است. بیا. تو چرا در اینجا شیشتی ها؟ بخیز برو به کارت شروع کن. حالا نبضش پایین است، مشکل تنفسی هم داره خانم دکتر. شما از نزدیکای مریض هستین؟ نه خیر نه. امروز روز اولم است که در شفاخانه آمده. من دکتر زینب هستم. ما منتظر شما بودیم.
بفرمایین خان صاحب. زنده باشی. دوران بچیم، اگر لیلا نمی بود کم بود او علی دیوانه مرا بکشه بچیم. چی میگن؟ پس ما از شما تشکر میکنم. کلگیر خبر کردم مادر جان. تمام ترتیبات مراسم گرفته شده. خوب است. فردا تمام قوم کرمانی ها خان جدید خود تبریکی میتن. کلگی به دوران ما تبریک میگن. تو هم بخیز، با جایی که بیشینی بخیز کار کن. هلا بخیز، برو. ما باید از اینجا برایم. ما باید پیش زهرایم برو. ما باید پیش زهرایم برو. زهرا را باید از اونجا بگیرم. اینجا کسی هست؟ برام کمک کنن، کسی صدای من میشنوه. ما باید از اینجا بیرون شوم. من از اینجا بیرون کنن، پیش زهرای میرم لطفاً. ما کجا هستم؟ شما در شفاخانه هستین. شما را در کنار سرک بیهوش پیدا کردم. به یادم آمد. نه خیر نمیشه. بلند شده نمیتونین. ایره نمیفهمم که این کارکی انجام داده، اما کم بود که شما از پایین برین آقای محترم. ما منتظر به هوش آمدن شما بودیم به خاطر که به پلیس زنگ بزنیم. علیشان شکایت میکنین نی؟ نه خیر، شکایت نمیکنم. صدق شده بودم. خواهر چقدر وقت شد که آمدی؟ چرا به دیدنم نامدی؟ چرا خدافزی نکردی؟ نیک از من خفه بودی. ما از تو کدام وقت خفه بودیم ها؟ فقط
او وقت خداحافظی کردن نتونستم، قلبم اجازه نداد. خواهر یک دانه مقبوله. لطفا من از اینجا نجات بتین. بچه قدیم خان و نواسیم بچه هدیه عروسم، نواسیم دوران. بعد از ای به عنوان خان و رئیس تمام قوم ما می باشه. دوران تنها به خاطر آینده و ضرورت ما نی، بلکه از عقل، عدالت و جوانمردی خود به عنوان خان انتخاب شده و یک خان با عزت و با آبرو به قوم کرمانی ها می باشه. خب فاطمه، به خاطر دیدن امی روز از بچت منصرف شدی؟ ها؟ کلش به خاطر امی بود نه؟ دوران خان بعد از ای تنها به کرمانی ها نی، بلکه به هر کسی که قلباً همراه ما باشه خدمت میکنه. مادر اگر یک طفل هم ازش کمک بخواه با او حتما کمک میکنه. مادر دروازه را باز کنین. دروازه را باز کنین. بچه؟ مادر بچه تو اینجا چی میکنی؟ روزاست که مرا اینجا قفل کردن مادر. همشانم اینجا. این انگشتر نشانه قوم ماست. بعد از این دیگه نواسیم دوران به انگشت خود میکنه. دوران خان شده نمیتونه. او کرمانی نیست. او بچه قدیم خان نیست. دوران بچه فاطمه است. همگی باید ایره بفهمند که دوران از نسل کرمانیا نیست. خان شدن حق بچه ما، حق آزادم است. مادر چی شده؟ خانم کاکایم چی میگه؟ خانم کاکا تو چی میگی؟ عقل خود از دست دادی؟ دوران گپای مرا باور کن.
تو بچه قدیم خانه و هدیه نیستی. مادر تو فاطمه است. ایزان شیشک چی گفت تا میرم؟ ای کاملا دیوانه شده. ای را باید پیش دکتر ببریم. زمرد تو به اتاق خود برو. هیچ جای نمیرم مادر. بس از دیگه. بس از دیگه. هدیه. زمرد گپ بزن خانم. چرا خاموش هستی فاطمه؟ چرا برشان نمیگی ها؟ به همگی بگو که دوران بچه تو است. بگو که این راز تا امروز پنهان کرده بودی فاطمه. شما چرا نمیفهمین؟ ما باید برم. لطفا اصرار نکنین. مسئولیت شما کاملا به عهده من است. از این خاطر صحتتان به خطر انداخته نمیتونم. با اجازه تان. شما هم دکتر هستین، کار کردن نمیتونین. بچه‌ای که صحتتان در خطر بندازین بهتر است که امرای یک عضو خانواده خود به تماس شوین. شاید از این طریق بتونیم مشکلتان حل بسازیم. ما باید ملکه را پیدا کنم. باید همراهی او گپ بزنم. کسی نیست. کسی نیست. خانم چشمایتان باز کنین. تو به خدایا بیهوش شده. نه خیر، خاموش است. معلوم میشه که هنوزم در نظارت خانه است. گفتین در نظارت خانه؟ وقتی خبر دختر خدا نگرفته حتما دیوانه شده. نه خیر، این قسم نمیشه. ما باید آزاد خان ببینین این قسم رفتن نمیتونین. شاید من برتون بیگانه هستم اما من اینجا بسیار شناخت دارم. اگه موضوع را برام توضیح بدین شاید برتون کمک کرده بتونم. موضوع بسیار بزرگ است خانم دکتر. موضوع یک دختر کوچک است. عروس کوچک. نامش زهراست. خواهر چی جریان داره؟ نمیفهمم خواهر جان. من چرا نفهمیدم؟ ختم شد هدیه. ختم شد. خلاص شد. دروغات خلاص شد هدیه. خلاص شد. تو چی گفتم میری؟ تو بسیار خوب میفهمی که من چی میگم هدیه. بگو که دوران بچه فاطمه است. بگو نه. او هم در دروغات شریک بود اما تو نیست. آی این دیوانه را از اینجا ببرین. آرام باشین زمرد خانم. ببینین مریض هستین، صحتتون خوب نیست. حمله آمده سرتان. الهیم کو دست نزن. عقل ما به سر مست. ما کاملا خوب هستم فهمیدی؟ حقایق بیان میکنم. بالای ما باور کنید. دوران بچه فاطمه است. لیلا زمرد به اتاقش ببر. درست است. زمرد خانم بیاین که بریم. نه خیر مر الهو بریم. بگو فاطمه حقیقت به همگی بگو. به خاطر رضای خدا بگو. الهیم کو بریم. آرام باشین. برین متوجه او باشین. زود شوین. دیوانه قصر ما را پیش کلگی رزیل ساخت. شما هم پیش او برین. عجله کنین. حال همگی خوب به گپای ما گوش بتین. عروسم زمرد مرگ شوهر خود جمال تحمل کرده نتانست.
بسیار وقت شده. نیم میخوره، نیم مینوشه و نیم میخوابه. مریض شده. کاملا عقل خود از دست داده. هیچ گپ او حقیقت نداره، قسمی که کلتان میفهمیم. دوران پسر ای خانواده است. بعد از یوم خانه ای قوم خواد بود. ای گپ کلتان باید بفهمین. گپ زمرات هیچ اهمیت نداره. عروس کوچه شیشه های شکسته را جمع کن. همیاله کسی به گپایم باور نمیکنه. من دیوانه نیستم، حقیقت میگم. دخترم تو برو، ما متوجهش می باشیم. من متوجهش می باشم هدیه خانم. شما برین از محفل لذت ببرین. وقتی که من گفتم برو باز باید بری. تمام دروغایتان، تمام کارایتان افشا میشه. هر کاری که میخوای انجام بده حقایق پنهان کردن نمیتونی. شما رسوا میشین. وقتی بچیم خان و ما مادر خان شوم، این کار هرگز نخواد شد. زمرد ایره فراموش نکو. تو باید درباره خود فکر کنی. با این کارایت به دیوانه خانه خود رفتی. مرا امرای زمرد تنها بانین. اما مادر میفهمین که خوب نیست. گفتم ما را تنها بانین. بیرون رفتم متوجه میمانا باشین. دهن مردم را بسته کنین. جیغ نزن. دور باش، نزدیک نشو. چی میکنی؟ کلگی خبر خود شد. گفتم خاموش باش. گپما گوش کن. اینجا به کمکت آمده. سجو نکو، علی اینجاست. این دیوانه را ببر در اتاقش قافل کو. یک دقیقه تنها نمانیش. زهرا دخترم، زهرا دخترم. فقط دختر خود صدا میکنه آمر صاحب. زهرا، زهرا. به گپای ما باور دارین همه تو نیست؟ با گوشه خود شنیدم وقت گپ می زدن. دوران بچه فاطمه است. لطفاً به گپایم باور کنین مادر جان. خواست خاموش باشم. گفتن من از بین میبرن. گفت بیا از چند روز بعد میرم. باز او وقت به همگی بگو. ما را فریب داد. کل ما را فریب داد مادر. اگه نوجین مادر بگه پای زمرد باور کنه. قسم میخورم خانم، هیچ من نمیفهم که چی کنم. لبوری تکشال نگی. بیاز از برکت زمرد همگی بالای من شک کردن.